سلام، مهدی هستم از کانال تاپ 10 پرشیا. میخوام 10 تا از پشمریزون ترین جاهای دنیا نشونتون بدم. بزن بریم. شماره 10: دریاچه جوکولسارلون. دریاچه جوکولسارلون یه منطقه توریستی در جنوب شرقی ایسلنده که اطرافش یخچال‌های طبیعی زیادی داره. این دریاچه از آب شدن یخچال‌های لبه اقیانوس اطلس ایجاد میشه. این دریاچه 2 کیلومتر از لبه اقیانوس اطلس فاصله داره و با عمق 300 متر عمیق‌ترین دریاچه ایسلنده. شماره 9: دره ماه. دره ماه تو کشور شیلی و در منطقه معروف سن پدرو که در 17 کیلومتری مرکز این شهر واقع شده قرار داره. دره ماه از صخره‌های جالبی تشکیل شده که در طول میلیون‌ها سال فرسایش زمین ایجاد شدن. دره ماه از کنار هم قرار گرفتن بیابان‌ها و کوه‌های آتاکاما یک منطقه زیبا رو تشکیل داده که وقتی ماه کامل میشه یک منظره رویایی تشکیل میشه. شماره 8: جزیره سقراط. جزیره سقراط یا خون اژدها در کشور یمن قرار داره و به خاطر گیاه خون اژدها که یک گیاه منحصر به فرده و فقط تو این جزیره وجود داره نامگذاری شده. این نامگذاری به دلیل مایع قرمز رنگیه که از تنه این درخت ترشح میشه و خاصیت دارویی هم داره. جزیره بسیار زیباییه که غارهای آتشفشانی و آبهای بلوری و صخره‌های مرجانی زیادی داره. شماره 7: چشمه‌های بادابسرد. چشمه‌های بادابسرد تو استان مازندران و شهر ساری قرار داره که به خاطر استخرهای طبقاتی که از جنس تراوتن معروفه. چشمه‌ها از صدها طبقه و حوضچه‌ها با رنگ‌های نارنجی و قرمز و زرد تشکیل شده. آبش خاصیت درمانی زیادی داره و به علت شوری زیاد زمستونا یخ نمیزنه. شماره 6: غار رنگین کمان. بله، اینم در کشور خودمون ایرانه و در جزیره هرمز. جزیره هرمز به خاطر خاک‌های رنگیش معروفه. غار رنگین کمان در جنوب شرقی جزیره با عمق 30 الی 40 متر قرار داره. دالان‌های زیادی داره که به خاطر جریان آب تشکیل شده و مثل رنگین کمان رنگ و بارنگه. شماره 5: غار آبی دوسوجوس. غار آبی دوسوجوس در منطقه ساحلی کارائیب مکزیک قرار داره که یکی از عجیب‌ترین جاهای جهان. این غار شگفت‌انگیز در واقع دریایی درون کوهه که با غواصی میشه از اون لذت برد. طول این غار حدود 82 کیلومتره. شماره 4: پارک ملی لینویس مارانسز. این پارک در شمال شرقی برزیل قرار داره که از تپه‌های شنی و چاله‌های آب بسیاری تشکیل شده. تپه‌های سفید در کنار چاله‌های آب که تا عمق 3 متر میرسن منطقه بسیار زیبایی را تشکیل دادن. شماره 3: غارهای کرم شبتاب. این غار در کشور نیوزلند قرار داره. این غار یک اکوسیستم بی‌نظیر از تجمع کرم‌های شبتاب که از سقف غار آویزون شدن تشکیل شده و قندیل‌های نورانی تشکیل دادن. قدمت این غار حدود 30 میلیون ساله که خوراک توریست‌ها و گردشگراست. شماره 2: چشمه آب گرم پریسماتیک. این چشمه در کشور آمریکا و سومین چشمه آب گرم دنیاست.
آبهای دور این دریاچه با تغییر فصل به رنگ‌های زرد و قرمز و نارنجی و سبز در دور دریاچه مثل یک رنگین کمان کشیده میشن. قطر این دریاچه 110 متر و عمق آب 50 متر است. شماره 1. دریاچه ناترون. این دریاچه که عجیب‌ترین منطقه دنیاست، تو آفریقا و تو منطقه تانزانیاست. سطح سرخ و به شدت قلیایی داره. این دریاچه بیشتر شبیه لوکیشن‌های فیلم‌های ترسناکه. به خاطر مواد معدنی که از کوه آتشفشانی اطراف وارد آب میشن، میزان کربنات سدیم آب بسیار بالا میره. کربنات سدیم ماده‌ایه که قبلا تو مصر باستان برای مومیایی کردن به کار میرفته. به خاطر همین حیواناتی که با آب برخورد میکنن به سوختگی شدیدی دچار میشن و بعد از یه مدتی شبیه مومیایی میشن. خیلی ترسناکه نه؟ اگر ویدیو خوشتون اومد، اونو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. ممنون.